سلام دوستا، خوش آمدین. یا مستر استیشن اوکلند. کسایی که جدید میان شاید برشان مشکل باشه که کارت بسته چگونه اینجا مثلا پول بزنه. کارت خود در اینجا میمانیم که کارت بخونه برای ما میم. آل دیدیم که کارت گرفته. مثلا اینجا میزنیم هاپ مانی بازو ما $50 مثلا هر گزینه است که مثلا 150 200 یا مقدار بیشتر اضافه کنین و ما $50 میگیرم. بعد از او کش ببینین یس $50. اینجا در حال پروسس است، باید منتظر باشیم. مثلا میگه میخواین پرینت کنید، بله ما پرینت شیر میخوایم. حالا ببینین از اینجا پرینت کشید، پرینت میگیرم، یه کارت دوباره میریم مثلا چک میکنیم که شده یا نشده. نشان میده که $49.65 مانده و باقیش رو چون من یکی دو بار یادم رفته بود پول بندازم، به خاطر حتما جریمه شده گرفته یا از طریقه از اینکه کارت خود چگونه ما پول بزنیم. یا هم داخل ترین استیشن است. از اینجا میتونین به هر جایی که بخواین سفر کنید یا دروازه هاش تا که کارت خود تگ نکنیم دروازه باز نمیشه. چیکولای مقبول اگر کسی توفه گرفت. یا از بیرون ترین استیشن بسیار هوای خوب و پاک دیگه. این هم از اوکلند. انشالله در ویدیوهای بعدی معلومات بیشتری درباره شهر اوکلند به شما خواهم گفت. روز خوش داشته باشین. خداحافظ.